مدرسه که در حال حاضر مشاهده می‌کنید مدرسه تابستانه فیزیک هستش که ما به اسم افق‌های نو در فیزیک میشناسیم و در حال برگزاری در دانشگاه صنعتی اصفهانه. از کدوم دانشگاه اومدی؟ از دانشگاه راضی کناشم. از دانشگاه اصفهان. هدف اصلی این که یکی تجربه کسب کنه، یعنی با اساتید برتر آشنا بشن و حالی تجربه بار علمی زیادتر بشه. بیشتر گستردگی افکار دیگران که ببینم بقیه چجوری فکر میکنن در مورد یه سری مسائل خاص در حوزه فیزیک و اون علاقه‌ای که دارم میخوام ببینم اینجا چجوری به اون مسئله نگاه میشه. میخواستم یه خورده بیشتر با گرایش‌های فیزیک آشنا بشم، متوجه بشم که به چه رشته علاقه دارم، دوست دارم چه گرایشی انتخاب کنم داخل ارشد و کلا آشنایی دیگه. هدف این مدرسه این هست که دانشجویان سال دوم و سوم کارشناسی به طور خاص از فیزیک و رشته‌های مرتبط مدتی دور هم جمع بشن، از یک سری سخنرانی‌های آموزشی استفاده بکنند، در واقع توی مباحثی که در مرز علم فیزیک هست یک دیدی به دست بیارن و در همین راستا به تیم‌های دسته‌بندی میشن که یک سری پروژه‌های علمی پژوهشی رو انجام میدن که این پروژه‌های علمی پژوهشی در واقع در راستای تحقیقاتی هست که تحقیقات بروز استادان ما در دانشکده فیزیک است. 80 نفر ثبت نام کننده داشتیم که به عنوان دانشجویان برتر دانشگاه‌های سطح کشور به ما معرفی شده بودند از طرف دانشکده‌ها با توصیه‌نامه و ارائه ریزنمرات و رزومه کاری و از این بین ما میزبان 35 نفر از این عزیزان هستیم. ما از تهران، قم، عرض به حضور شما شیراز، کرمانشاه از نقطه‌های مختلف کشور ما مهمان داریم. کارگاه‌های آموزشی که مهارت‌هایی مثل برنامه‌نویسی و اینها رو به بچه‌ها یاد میده و همچنین پروژه‌هایی که بچه‌ها انجام میدن با کمک دانشجویان برجسته دانشکده هست در مقطع دکترا. همچنین ما یک سری بازدید داریم از نقاط شاخص صنعتی و دانش بنیان در واقع اطراف اصفهان که در کنار بچه‌ها خواهند بود و اطلاعاتی رو بچه‌ها خواهند داد و باشون وارد گفتگو و پرسش و پاسخ خواهند شد.